السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. های مردم خاموش نبستین. این برادری که دیروز خیز گپ زد دفاع کرد و حقیقت گفت و درد دل ما همه مردم تاجیک گفت. پس چرا ما خاموشیم خب میکنیم؟ تا که ما خب میکنیم؟ شما فکر میکنین که الله سبحانه و تعالی خودش دست دراز کرده این همه را تینجی میکنه؟ نه، امروز دین در دست ما شرمنده هاست. ما شرمنده ایم، نه سمم دل شرمنده ایم. ریشا را تراشیدن خاموش، سترا را کشیدن خاموش، 18 ساله مسجد نرو خاموش، خانه خداوند دراش بستن، ما خاموشیم. من نمیدونم ما چی رجدت داریم. برادرو خیزین گپ زنین، خاموش نبستین. و الله قسم اجرش الله میته. فردا وقتی که مردیم پیش الله چی خیل میخیزیم با سری خم، شرمنده و شرمسار. من شرم دارم وقتی که در برابر مردها خاموشیشان زنها خسته گپ میزنن. چند نوارایی که تماشا کردم خواهرای ما گیره میکنن و دیدم میزنن در مهاجرت. در این مهاجرتی مردینه عذاب میکشه. زنها اون طرف بستن، بیچاره زنها نباید بیاین. این بدبختا میگن که سالای جنگ نشود این نشود. او سال جنگ مردی کار بازاری زنها نبود. زنها مردی کاری نمیبرامدن. این چی ظلمه؟ یک اویله را سرشته کرده نمیتونیم. همین خیلی خاموش بستیم، از این بد میشیم خوب نمیشیم. بخزین گپ زنین، والله قسم گپ زنین. الله نگهبانتون.